دوستان عزیز، اینجا هم فوتبال و پرچاتکی و سوی آلمان جمع آوری شده است، تیم ملی آلمان. و اینجا هم کوبوک هایی که آلمان چمپیونات یا کوبوک آلمان، کوبوک لیگ مثلا خودی آلمان در اینجا با نمایش گذاشته. خیلی زیبا هم هستن، باور کنید دوستان. باور نزدیک ببینید دیگه خیلی بوده. این طرف هم لباس ها و دیگه چیزهای مربوط به فوتبال میشوند. و اینجا هم جایزه هایی که برای فوتبالیست ها تقدیم کرده میشوند در آلمان جمع آوری شده است. خب میریم دیگه دوستان عزیز، دیگه طرفی نصیب باشه موزه، ببینیم چه چیزهای دیگه داره در دیگه طرف ها. دوستان عزیز، اینجا باز مخصوص چیا موندگیان سکامینگ ها میشینی و تیکا پاکی تماشا میکنی. همین برنامه ها رو اینجا ارخیفی مثلا همین موزه و چمپیوناتی که جهان آید به فوتبال گذاشتگی به فوتبال گذاشتگی که در آنجا آلمان اشتراک آگه، اینجا همش میتونی گوش کنی. اینجا میدونی تماشا میکنی اما کدوم چمپیوناتی که به در کورت ارخیف در اینجا ویبرات میکنی تماشا میکنی. خب این هم دیگه میریم دیگه طرف های موزه و اینجا لباس ها و افتوگراف ها و نمیفهم بوتسی و چه مو وقتا اینو بینین. الیور کان 2006 نه چیش قتیل لیمان. اینجا لباس ها جمع آوری شدن. هم لباس ملی فوتبالی آلمان. و جالبی دیگه در اینجا است که و این همون اسمیناک یا که همون هشپایی که سیمبول بود اوگادت میکرد کی میبره در وقت فوتبال. اینجا همون سیمبولا اومدن به نماز گذاشتن. و اینجا همون دو که نمیفهمم سیمبول های چی آلمان. و از دیگه جالبی دیگه را دیدیم دوستان عزیز، اینا ببینین کمانده فدراسیون فوتبال ازبکستان یک خلط زردوزی به مردم تبریک آگه با نام ازبکستان فوتبال فدراسیون، یعنی که از فوتبال فدراسیون ازبکستان و فوتبال فدراسیون آلمان همچون تو خود دیگه. و یا آوردنش در موزه به نمایش گذاشتنش. ببینید دوستان این مردم خیلی از لوبای چست از لوبای تاریخ پل کار میکنن. این هم یک چیزی مثلا پل کار کردن. و این هم همون توپی که در جام جهان در 2010 اشتراک کرده بازی کردن با این توپ. و این هم دیگه لباس ها و مدال هایی که در سال 2014 این مدال طلایی که در سال 2014 چمپیون جهان شدن. و این هم یکی از جایزه های 2014. خب این هم توپ های در طرف لباس ها بایرق ها دیگه در این طرف هم عکس های همو یا که صورت های همو. اینا بینید مومنت های 45 دقیقه 47 46 چخش دیگه این مسی را بین قطعی کی باشه اوش مسی ای هموش نمیدونم داید میز دیگه فوتبالیستی که دمو چمپیونات جهان 2014 اینا مسعود اوزیل کلوز میراسلاف کلوز اینا بوتیکا پو گیوت اینا شولر بود کی بود دیگه خلاصی که همش هستن اینجا. این هم دیگه طرف های فوتبال. انا دوستان عزیز اینجا تاریخی که آلمان قهرمان جهان شده است سال 1974 سال 1990 و سال 2014 و در پیشاشو بود توپایی که در اون وقت چمپیون جهان شدن. در 1974 گالندر بریده بوده یک ده. در 1990 ارژانتین بوده و در 2014 هم ارژانتین بوده 1-0 1-0. دو بار قطعی ارژانتین در فینال جام جهان
با هم بخورن. خب دوستان بریم دیگه طرف‌های موزه. دوستان عزیز وقتی هنگام گشت و گذار چشم به یک چیز خورد. مثلا یورو 2024 در گرمانیا که در جرمنی برگزار می‌گردد و فیلیپ لام یکی از بازیگرهایی که کاپیتان تیم مثلا آلمان و باواریای میونخن گفته است که ما می‌خوایم که در اروپا یکی از فستیوال‌های خیلی هم زیبا و دیدنی برگزار کنیم و دوستان اینجا هم استادیوم‌هایی که فوتبال در این شهرها و در این استادیوم‌ها برگزار می‌گردد. شما یک دفعه این خریطه را ببینید که خریطه آلمان است و این هم چیزایی که استادیوم‌هایی که در اونجا فوتبال ها برگزار می‌گردند. مثلا میونخن 70000 بیننده داشت، شتوتگارت 54000، فرانکفورت 48000، کلن 49 50000، دوسلدورف 51000، دورتموند 65000، اوش گیزل سانک چای بالای 55000 54000، لپزیگ 49000 50000، برلین 74000 و گامبورگ یا هامبورگ 52000. در این با فیلم یک دو سه 4 5 6 7 8 9 در 10 استادیومی کلونی آلمان جام 2024 یورو 2024 برگزار می‌گردد. اگر نصیب باشه تا وقت زنده و سالم سلامت موندیم اگه خدایش میایم با خب میریم دیگه طرفو. دوستان عزیز اینجا ببینید که نایجا و مثلا چی میگیم کامغولا همون چیزایی که با بگیان مردمی مثلا ایندیتسو مردمی تیم ملی فرانسه چیره آلمان پیشواز گرفتن و جشن گرفتن با همدیگر بازی و رقص کردن. خب برای نگاه طرفای موزه. خب دوستان عزیز این هم جایزه هایی که در چندین جاها وایکا دیگه و این کوبو که جام اویفا بوده، کوبوک اویفا از زمانهای قدیم تا به حاضر هم باشه جمع‌آوری کردن. چون چی گفتیم در این موزه ببین هم یارو میخواد که معلومات پیدا کنه، میخواد چی کنید اینجا هر کدامش نوشته است و در اینجا آرشیو اینا ببینید دوستان آرشیو هستن ویبرات میکنی و اینو نوشنیکن میگیری گوش میکنی کدام مثلا بازی کدام مثلا درباره کدام چیز میخوای معلومات پیدا کنی همش هم میتونی اینجا پیدا کنی و استفاده بری. خب این طرف هم جایزه ها که در فوتبال تبریک شکایان ایرا ببینید خیلی زیاده همه تیمای چه جهانو ببین خیلی زیاده و این طرف هم تاریخ قدیما ایرا بی آواز فوتبال بی